سلام گرامی، من که احمدی هستم و خیلی خوشم به یه ویدیوی دیگه. بهتون بگم که یه چند وقته می‌خواستم یه ویدیو رو بگیرم و امروز یه خبری اومد، تصمیم گرفتم واقعا این ویدیو بسازم. یه خبری در مورد وزیر ارتباطات امروز اومده بیرون و قبلش می‌خوایم بریم حالا اینا یه بررسی بکنیم و قبلش می‌خوام بریم یکم صحبت‌های آقای رشیدپور رو بشنویم. صحبت‌های تکان دهنده کردن ایشون. خب 40 میلیون دلار رو الان نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. الان مطابق قیمتی که روزنامه همشهری، همین الان برید در همشهری آنلاین هست، همین الان سرچ کنید در همشهری آنلاین هست، قیمت هواپیمای ایرباس 321 مدل 1998 که 210 نفر هم مسافر میگیره، فکر میکنی چنده؟ 8.5 میلیون دلار. یعنی بیا ما در نظر بگیریم که ایرباسش 2000 باشه، مثلا 20 سال کار کرده باشه، میشه 10 میلیون دلار. یعنی ما در ماه اندازه پول 4 تا ایرباس در ماه داد و ستد مالی وی پی ان در این کشوره. شگفتا. خب این مافیاها کجان؟ این اپلیکیشناتون نداریم؟ همونطور که در مورد گل کشیدم من روک حرف زدم، الانم بهتون روک میگم. آخه چطور ممکنه آقای وزیر شما میگه 40 میلیون نفر دارن استفاده میکنن، اپلیکیشن ها 4 ساعت قطع بوده، اصلا هیچکی نفهمیده. یعنی اگه روابط عمومیه اپلیکیشن نمیومد اعلام بکنه، اصلا کسی نمیفهمید که این اپلیکیشن قطعه. پس چرا این کار میکنید؟ همه دارن از اینستاگرام استفاده میکنن، همه دارن از واتساپ استفاده میکنن. خیلی هایی که برگشت رفته بودن از تلگرام، برگشتن از تلگرام دارن استفاده میکنن. واقعا دقیقاً همینه. این چه ماجراییه که ما اندازه پول 4 تا ایرباس 321 طبق مستندات روزنامه همشهری، قیمت 8.5 میلیون دلار، من مدل بالاترش حساب میکنم تازه گرونتر میگم 10 میلیون دلار، ما 40 میلیون دلار. بله، این بود از صحبت‌های آقای رشیدپور و امروز خبرهای اومده بیرون از آقای عیساپور که الان میخوام بهتون بگم. بریم تو ببینیم که چه خبر شد. بله آقا وزیر ارتباطات امروز در مجلس گفته که ما در تلاشیم که بساط فیلتر شکن فروشی را جمع کنیم و وزیر ارتباطات با بیان اینکه نیاز است در زمینه کاهش استفاده مردم از فیلتر شکن ها اقدامی صورت گیرد، اعلام کرد که این وزارتخانه در تلاش است که بساط فیلتر شکن فروشی را جمع کند و او استفاده زیاد از فیلتر شکن را بار اضافه و عامل کاهش کیفیت شبکه دانست. بله، بعضی شما این درسته؟ مردم برای چی از فیلتر شکن استفاده میکنن؟ به خاطر برنامه هایی که فیلتر شدن. چند وقت پیش گفته بودن که در مرام جمهوری اسلامی ایران نیستش که ما سایت علمی رو فیلتر کنیم. آقا یوتیوب سایت علمی نیست؟ یوتیوب چند نفر دارن توش تولید محتوا میکنن؟ الان من الان مثلا چیز غیر علمی دارم صحبت میکنم، من الان تکنولوژی دارم صحبت میکنم، تکنولوژی علم نیست. بهتون میگم که قبل از هر چیز، خب اصلا این صحبت رو نمیخوام سیاسی کنم، ما میخوایم در بستر بحث اینترنت این صحبت رو پیش ببریم و نماینده‌های مجلس از پرسیدن که از وضع که الان هست خوشنودی خوبه بده چیه، گفته من در تلاشم که
حالا کیفیت اینترنت بهتر شه و حالا بیش از 300,000 سایت به دلیل تحریم غیر قابل دسترسی هستند. به باور وزیر ارتباطات موضوع دیگری که با آن روبرو هستیم بحث تحریم هاست. به گفته او کسانی که ادعای دفاع از حقوق مردم دارند بیش از 3,000 دامنه پرکابوت را روی کاربران ایرانی بستند. بله و آقا ببین بعد ما چرا داریم از فیلتر شکن استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه تلگرام، واتساپ اینا فیلتره دیگه. ما چرا باید زوری بریم از بله و ایتا و شاد و این چیزا استفاده کنیم؟ بله ایتا من برای چی بله دارم؟ بله برای اینه که من کانال مدرسه‌م اونجاست. توی ایتا من چه میدونم گروه کلاس زبانمون اونجاست. به خاطر همین من اینا دارم. وگرنه واقعا زیاد دلم نمیخواد که نرم افزار ایرانی رو داشته باشم، چون توشون احساس امنیت ندارم. واقعا وقتی من فیلتر شکنم روشن میکنم میام توی تلگرام خوشحالترم، حالم بهتره. و من میگم آقا یوتیوب مگه علمی نیست؟ یوتیوب سایت علمی نیست؟ خدایا یعنی چی؟ آقا یوتیوب من اصلا خود یوتیوب خب یه دونه سیستم خیلی قوی داره که حواسش هست چی داره توش منتشر میشه و من دیگه حرفی ندارم. آقا قبلش دمتون گرم که آخر ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و لایک و کامنت و سابسکرایب کانال یوتیوب یادتون نره. زنگوله بغلش هم بزن که اگر ویدیو جدید باشه از اون باخبر شید. خیلی مخلصیم. فعلا خداحافظ.